عمر بیادر نزدیک محل فکر کنم وقت ندارین، ما بعداً میایم. بیا بچیم، بیا ادامه بده. عمر صاحب راستش عمر زنگ زده بود، گفت یک محل حادثه دومی وجود داره. باز میگن که در خانه است. مامور جدید استخدام کردین و من خبر ندارم. عمر خوب هستی؟ عمر تو خوب هستی؟ در اینجا چی گپ هست؟ قاتل فهمیده که ما متوجه نقشه شدیم. الا بیادر بخیز که بریم. امکان داره شرکت سهامی که سالها درخشید چطور دفعتاً غرق شده میتونه؟ هیچ باوریم نمیشه. اگه اشتباه عمل کنه غرق میشه. خیر ببینه پدرم قبل از رفتنش این کارم کرد. منظورتون از غرق شدن این است که محترم خانه باقی میمانه و فقط شرکت از بین میرنی؟ متاسفانه نه خیر جانم، همه چیز از دست میره. باید ورشکستگی خود اعلان کرده وقت بخوایم. یعنی به صورت قانونی هم هیچ کاری کردن نمیتونیم؟ نه خیر. خدا لعنت کنه. یعنی همه چیز تمام شد. خب شرکت ایلیف چطور؟ متاسفانه او هم شامل است. ایلیف دیگه چی تقصیر داره؟ این چه قسم یک کار است؟ ایلیف شرکت ما ورشکست شد، همه چیز از دست ما میره. میفهمم جانم، امروز خبر شدم. کار زودتر از اینا خبر میشدم او وقت شاید کاری کردم میتونستم. معذرت میخوایم. تو چرا معذرت میخوای ایلیف؟ تو هیچ گناهی نداری. پدرت باید بسیار وقت پیش ای گپه به ما میگفت. خوش آمدی شبنم. خوش باشی جانم. مادر جان. خب املاک پدر کلانه به مادر مانده. خب اونا خب باقی میمانن نی؟ به شرکت سپرده بودمش. حتما اونام از بین رفته دیگه. دقیقاً. تمام سرمایه لطیف خانه که با یک عمر زحمت به دست آورده بود در یک لحظه فروخته و خلاص. خوب هستی؟ تو میخوای چی کنی؟ ها؟ در یک جای به اجازه داخل میشی با دختر مقتول گفتگو میکنی، سر به خود رفته محل حادثه دومی را پیدا میکنی. کاش به درد میخورد، هیچ فایدام نداشت. سوخت خاکستر شد و خلاص شد. برات نگفتم که از این کار دور باش؟ پس ما در اینجا چی کار هستیم؟ در گزارش و اکثر نواقص وجود داشت، باید توجه بیشتر. تو میخوای چی بگویی عمر؟ فکر میکنی ما در اینجا سات خود تر میکنیم؟ ما خواهی گفت نگفتیم مدیر صاحب، فقط باید بیشتر توجه به خرج بتین. بیاز سوپوتی هم نیست. تو بسیار دقیق هستی و تمام پلیسای استانبول احمق هستن نه؟ ما در اینجا سالی 1000 تا قضیه جرمی را حل میسازیم آقا عمر. تو از این موضوع خبر داری؟ تکرار نمیشه مدیر صاحب. بیا از آمرش برای زنگ زده تا 2 روز دیگه از اینجا میره. تا دوسیه بستنش شما جای نمیرم بیادر. دلت که میری یا نمیری مربوط خودت میشه، اما دیگه نبینم در این موضوع مداخله کنی. اگه نه به مقامات شکایت کرده بر کنارت میسازم. کی میفهمه؟ شاید به خاطر گنگ ماندن این قضیه ثبوت‌ها را خودت پنهان میکنی. پس شما هیچ زحمت نکشین مدیر صاحب، ما خودم استعفای خود به امنیت تسلیم میکنم. تو میخوایی مرا تهدید کنی؟ نه خیر، فقط برتون هشدار میتم. کجا میری؟ برات اجازه ندادم که بری. انسان بی تربیه، چطور میتونی در وازره قسم بزنی؟ من از حساب این کارت میگیرم. مدیر صاحب ولی از خدا آرام باشه. چطور آرام باشم ها؟ بی تربیه. مدیر صاحب
باید عمرام درک کنین. بله هرچی که شما بگوی نقد دارین، اما او نامزد خود از دست داده. جگرش میسوزه. خدا نکنه اگه این مشکل سر شما بیایه یا سر ما بیایه، میتونیم از این موضوع دور باشیم؟ او حق با جانب است مدیر صاحب. پرونده دیگه مربوط ما میشه. چی؟ نفهمیدم. این قضیه از تو گرفته شد. نکنین مدیر صاحبی وظیفه خارج ما شو است. حسین. این دوسیه را عاجل به ما تسلیم میکنی. اطاعت میشه. خسته نباشین مأمور صاحب. ما است بدلی آمدیم. با آقا حسین یک دوسیه آوردیم. اتاقش کجاست؟ آخرین اتاق دهلیز دست چپ. درست است. بسیار خواهش میکنم. خسته نباشی. سلامت باشین. در مورد قضیه سیبل انداز کنم گزارش هست؟ بله گزارش هست. با من بتیش. خوب شد که تو را دیدم، یک بار میبینمش. خوب است. کامرا بندی بود. ما کارمند جدید اسم شما را نشناختم. تبریک باشه. ما بازرس آمرده میرسم. ها بفرمایین بازرس. تشکر میکنم. خواهش میکنم. شبتان بخیر. نتایج معاینات انجام شده نشان میده که مقتول باکره است. پدرم هرگز شکست قبول نمیکرد. به خاطر این مشکلام حتما از قبل یک چاره پیدا کرده بوده. الیف اگه از من بشنوی بهتر است که میراث رد کنی جانم، چون که بسیار قرضدار است. پس معلوم میشه کلی چیز از دست خواهد دادیم، اما یک چاره پیدا میکنم. حتما پدرم دیگر راهی نداشته. بعد از این نیست، ولی حال ما هستم. کل چیز درست خواهد شد. نان مرش دارم ماده کردیم، بگی که سرد میشه. مادر جان زنده باشن دلم نمیشه. دختره میره بگی. پدرت وقتی از این دنیا رفت من برای چند وقت از خوردن و نوشیدن مانده بودم. سالا به این فکر بودم که کی کار کرده، چرا این کار کرده، اما بعدن دیدم که به خاطر تو بیادرت باید استوار باشم. حالیم تو به خاطر ما باید استوار باشی. مادر جان به نظرتان ما و بیادرم چرا خواستیم پلیس شویم؟ خورد که بودم با خود میگفتم که وقتی من پلیس شوم اجازه نمیدم هیچ قاتل مثل قاتل پدرم در بیرون آزاد بگرده. اما حالا چی شد؟ دوباره همه مشکلات. من چطور دوباره چیزا فکر نکنم مادر؟ دیشب چه شد؟ سیبل چرا از من بردن؟ در یه حالت نمیتونم به زندگی خود ادامه بدم. از یه خاطر او را حتما پیدا میکنم. خوش آمدی. خوش آمدی بچه. خوش باشین مادر. بیادر یک دقیقه بیرون بیا. بیرون سرد از کرتی تبیگی. مادر چشمای حسین ندیدین؟ اینا حتما کدام کار خود کردن. از دانت یک بار یک گپ خوب بیرون نمیشه عروس. ما برات نگفتم از این قضیه دور باش؟ نگفتم حلش میکنم؟ باز رفته سر مدیر قهر و ناز میکنی، مسلک خود از بین میبری. چرا؟ چشمایتا باز کو چشمایتا. درست است سیبل همگی ما دوست داشتیم، اما
نتانستیم او را بشناسیم، نتانستیم بفهمیم که او در کدام کثافت غرق بود. بیادر، من کاملا حق به جانب بودم. گزارش های تیوی سیبل آمده، او باکره بوده. ما او گزارش ندیدم. پس برو بیبی بار دیگه تهمت نزن، نگو که دختر درست نشناختی. بیادر میفهمین چرا ندیدم؟ مدیری قضیه را از ما گرفت. در زندگی مسلکیم اولین بار از قضیه از ما گرفته میشه. اولین بار. چطور؟ هر قسمه که شده حال شده دیگه. مرا ببخش بیادر. عمر، ما در مورد خوبی تو فکر میکنم. یک دوستی از سر میزم کم شده، با ما فرق نمیکنه. بیادر، اگه این قسم سر خود فشار بیاری بعد رقم به زمین میخوری. عمر، عقب نشینی قدر آسان است، استفاده دادن برات قدر آسان است. به خاطری که تو درس خوانده بتانی، به خاطری که به یک جای برسی، ما چانس تحصیلات عالی خود از دست دادم. یک مدرک و دیپلم نظامی را گرفته اکتفا کردم. ما چرا این کار کردم؟ به خاطری که در خانه نان بیارم تا بیادر خوردم درس بخوانه. بعد از چند سال دوباره مثل یک شاگرد مکتب خود بالای درس انداختم و خواندم. بیادر، من به مسلک خود خیانت نمی کنم، اما با خدا نزدیکای مام نمیتونم. از این خاطر تو هم مرا درک کن. خواهر چی میکنی؟ آنلاین پول برداشت میکنم. ما را الا کرده میری اما ترس فقط که تو پس برام نمیری. راستش بعد از این درام نه خانه دارم نه کار. درست است؟ دوباره از اول شروع کن. یعنی میتونی که کار دوباره شروع کنی. همگی نشانه تجاری تو را خوش دارن. مثلا میتونی به خود یک مغازه باز کنی. در اونجا یک عالم روابط کاری داری الیف. قبل از اینکه اونا تو را فراموش کنن برو از سر شروع کن. حال نمیشه. من کم دگام اینجا میباشم. درست است، تو میتونی باشی، اما من زندگی خود دوباره میخوایم. فقط که تنها شوهر مادرم مرده باشه یا فقط پدر از سال فوت کرده باشه. هیچ کس از این نمیپرسه که چطور هستی. پول نداریم، ورشکست شدیم و هیچ کس هم آمده برم نمیگه که تو چطور هستی. دانشگاه دارم ادامه داده خواهد چی خواهد کردم. با دانشگاه رفته خواهد بعد از زندگی. لطفا این قسم گپاره نگو. کلکی بسیار پریشان هستم، کم دگام همراه ما باش. ما به تو بسیار ضرورت دارم. نمی باشم، یعنی بوده نمیدانم یا زدگه پولم ندارم. حتی ایرم نمیفهمم که در اونجا چی کنم. او خانه نیویورک هم از ما میگیره نموتونست. ها کرایش پرداخته نمیتونیم. خواهر تو میفهمی که باید چی کنی؟ تو فقط برو. نه در قصه کرایه خانه و نه در قصه پول دانشگاه باش. خودم حلش میکنم. درست است؟ وعده است. آقا عبدا خوش آمدین، بیاین غذا بخوریم. زنده باشن دمت جان، باید زود برم. نوش جانتان. بیا نان بخور. نوش جانتان ما خوردیم. اگه گوش نمی بودیم می آمدم. به فرار دادن عمر آمدیم. مادر جان دستتان درد نکنه. نه زنده باشی نوش جان تو هم. آمر صاحب گفتم یک کم قدم بزنیم خوب است. خب دیگه نوش جان کلتان. زنده باشی بچم، شب تو هم بخیر. خب دیگه کار اصلیشان تجارت است. همین شرکت های لوجستیکی و واردات در داخل هم تجارت میکنن. یک بارم در کار املاک ده زدن اما موفق نشدن. تجارت جواهرات هم دارن. از تجارت جواهراتشان چی میفهمی؟ خب شرکتشان در روم است. در استانبول هم یک مغازه تازه ساختن اما او هم هنوز افتتاح نشده. مسئول شرکت هم همو دختر وسطیشان است، الیف. همو کمرش گفتگو کردی.
این دختر طراح است. نشان شرکتم خودش درست کرده. اکثرا در روم می باشه. بسیار کم به ترکیه میایه. فعلا فقط همه قدر معلومات به دست آوردم. بفرمایین. صبح بخیر کاکا طاهر. اوه ایلف جان، خوش آمدی. خوش باشین. مرا بسیار متعجب ساختی. خوب هستی؟ خوب هستم، شما چطور هستی؟ ما هم خوب هستم دخترم. چیز اشتها داری؟ نه خیر، چیزی نمیخوایم. بسیار تشکر. درست است. کاکا بسیار میبخشین که در این وقت مزاحمتان شدم، اما نیلوفر تا چند ساعت دیگه به امریکا میره. قبل از او خواستم همراهتان یک بار ببینم. معلوم میشه کدام مشکل دارین. بفرما بیشی. بیبی لطفاً خجالت نکش، درست است؟ شما پیش ما امانت احمد هستین ایلیف جان. اما قسم که مراد دوست دارم، شمارم دوست دارم. زنده باشین. با ما بسیار مشکل است که از کسی چیزی بخوایم. حتی از پدرم هم نمیخواستم. فکر کنم شما میره میفهمین. ورشکست شدیم. بزودی ورشکست شدن خود اعلان میکنیم. پس ما اشتباه کرده بودم. با خاطر که جگرخون نشین من نخواستم براتان بگویم، اما ماها قبل از این وضع من خودم همراهش گپ زدم، گفتم احمد لطفاً بس است، این کار تجارت رها کو، بس است، تا که ادامه میتی؟ بیا که با هم یک جای شده یک تفریحگاه معیاری بسازیم، بسیار فایده داره. اما او علاقمندی نشان نداد و بعداً فکر کردم که مشکلات کاری خود حل ساخته و دیگه بالایش فشار نآوردم. تقلب کرده، تمام مردم و شرکایش فریب داده. تو چی میگی دخترم؟ احمدی کارا نمیکد و هر کس مد نظر گرفته مراعات میکد. میفهمم. زینی بسیار پریشان است کاکا طاهر. اما به خاطر گپ زدن در این مورد نامدیم. او اوتلی که در نیویورک داشتین هنوزم فعال به است؟ خاطر نیلوفر میپرسی، اما تو نیست؟ درست است. ما امیاله یک اتاق مفشن برش آماده میکنم، چون مصارف دانشگاه براتان مشکل خواد بود. چپ نیلوفر باید قسم فکر کنه که از کاکا طاهر خود بورس گرفته، مصارف بود و باش، غذا، دانشگاه، تمامش متحمل میشم. بگو خنده کرده درس خدا بخونه ها. بسیار تشکر. اما ایده مثل قرض قبول میکنم، تمامش خود پرداختم. میفهمم که تو در موضوع پرداخت قرض چقدر صادق هستی. زنده باشین. پس نیلوفر منتظر نمیمانم، زود پیشش میرم. خب درست است، مام تو را همراهی میکنم. کاکا طاهر، وکیل ما گفت که پدرم بدون قرضای بانک کدام قرضه ایدگام داشته که باید بپردازه. شما خبر دارین؟ مطمئن هستی؟ فکر کردیم از خاطر امی قرضه ها شاید جانشه. یعنی گفتم شاید شما خبر باشین که اونا کی هستن. اگر به من بگوین باز شاید از خانواده مراقبت کنم. من به تشویش اونا هستم. بیبی ایلیف جان، در مورد کارهای غیر قانونی خبر ندارم، در عین زمان خوش ندارم. میخواستم امرایت کمک کنم، اما من نه او آدم ها را میشناسم و نه در مورد قرضای پدرت خبر دارم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. خدا را شکر که هستین. ایچی گپ است، خواهش میکنم. از طرف ما به نیلوفر بگو سفر خوش. همی که به نیویورک رسید به هتل سر بزنه، ما آمادگی لازم میگیرم. درست است، متوجه خود باشین. تو هم دخترم. خداحافظ. آفرین، کار خوب میکنی. میماندی که مادرم خوب شوه باز میرفتی. با درس خواندن میره مثلا. بعد از همه که ما باید کار کنیم، درس بخونم که یک وظیفه داشته باشم. نقاشی هم مسلک خوب است. مطمئن هستم میلیونر میشی. این قسم نگویش، قیم به او طرف دنیا میره، پشتش دقت شدی. نیلوفر، برات سفر خوش میخوایم. زنده باشی تانر.
مادر از ما قهر نباشین. وقت تیاره پرواز کرد باز پشیمون خود شدین. خود گفتین که کاش دختر من میبوسیدم. مادر جان، مادر مرا دو خوش نمیگیرین؟ خب درست است، اما فقط شما شوهرتون از دست ندادین. دست از شما قهر هستم. عزیزم بسیار دوست دارم. هرگز فراموش نکن. سرم ناوقت خود شد. کجاستی؟ از چه وقت است که اینجا استاد هستم؟ بیا دموتر برات میگم، نه وقت میشه. پیش کاکادایی رفتم، برات بسیار سلام رسان. دیگه چی گفت؟ برام زود باش بگو الیف. این موتر شرکت است که ما را میبره؟ الیف نمیفهمم، شاید بهار روان کرده باشه. زود باش لطفاً بگو. دیگه چی بگویم؟ گفت نمرات نیلوفر باید تمامش عالی باشه. ای بسیار بدستی، مرا آزار میدی. میفهمی که پشت بسیار دق میشم. حال مادر من خوب درک میکنم. ترک شدن از ترک کردن مشکل تر است. متوجه مادرم باش، درست است. من قبلا مادر مرگز قسم ندیده بودم. شاید از همین خاطر کم تشویش دارم. نمیفهمم چی کنم الیف. میفهمم جانم، بسیار پشت دق میشم. چیگه پس شما کی هستید؟ حرکت کن، صدایتانه نکشه. جا باشه. شما ما را کجا میبرین؟ علم کنین الیف، علم کنین، علم کنین الیف، علم کنین، علم کنین. حیوان ماره الیف. دهنت بسته کن. تکان نخور، آرام باش، آرام باش. الماسا کجاست؟ وقتت پورا شد اما با وعدت عمل نکردی. قسم میخورم که پیداشون نکردی. بیبی اوش کنی که با من دروغ نگویی. قسم میخورم که نمیفهمم. الیف چپ باش، چپ باش. ما فکر میکنم که پیدا کردی و از ما پنهان میکنی. هرچی نباشه ور شکست شدین، با پول نیاز دارین. نه خیر، قسم میخورم اگه پیدا
میکردم براتون می آوردم. خواهرت خود دروغگو است. الا دیگه تو برم بگو. لطفا نکنین، او از چیزی خبر ندارم. یعنی که تو خبر داری؟ نمیفهمم. باید بفهمی. نمیفهمم از کجا پیداشون کنم. وقتت کم است. فهمیدی؟ وقت ما سوال پرسیدم باید جواب داده شود. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. با خانم محترم کمک کنیم. وعده میکنم پیدا میکنم. قسم میخورم. حالا لطفا بارین که بریم. ای جای نمیره. نخیر لطفا. بیا گفتم بیا. نیلوفر کجاست؟ همراهش چی کردی؟ این لکو. خواهرت خوب است. البته تا فعلا. با مسئل کو بعد از هوش کنی امرای مزد نکنی. تو در وضعیت نیستی که قانون وضع کنی. قوانینم عوض میکنم. گوش کو. برات هر کاری که میگم باید انجام بدی و به هیچ کس هم نباید چیزی بگویی. اگه دهنت یک بارم باز کنی من میشنوم. اگه پیش پلیس بری بازم من میفهمم. خواهرت قسم از بین ببرم که تمام خانواده پاچهایش جمع کده نتانین. امیدوارم فهمیده باشی. اگر نمیخوایی در کنار پدرت دفن شوی پس باید به گپای ما گوش بدی. این موضوع به می سادگی است. پدرم از شما کشتین؟ به خاطر الماسا؟ اگر الماسای ما را نمیگرفت چرا او را میکشتیم؟ ما خواه احمق نیستیم. باز ما قبره برش داده تصفیه حساب کردیم. او الماسا را تو باید بر ما بیاری. از کجا بفهمم که شما با خواهرم کاری نمی کنین؟ از هیچ جای یک معماست. اگه صدای نیلوفر نشنوم الماسا رو برات نمیارم. باز برات زنگ میزنیم. حاله از اینجا گمش کنین. حرکت کو دختر. نیلوفر حرکت کو. نیلوفر گپای رئیس خوشونیدی. با هیچ کس چیزی نمیگی. مؤسسه خیریه طاهر دندار، شفاخانه جراحی پلاستیک و استاتیک.
خوش آمدی اردال. بشینه. بشی اردال، ما برات نگفته بودم که باید احمد دنیزه را تعقیب کنی و نباید اجازه بدی که یک لحظه از پیش چشمایت دور شوه؟ قسم میخورم نفهمیده شد آقا. راستش ما یعنی در اصل نمیخواستم. برات گفتم یا نه؟ ها؟ بله گفتین. خب باز تو را تعقیب کردی یا نه؟ ها؟ تعقیب کردم، اما نمیفهمم چطور شد ناگهان در مسیر را گمشان کردم. هیچ نمیفهمم که چطور شد. نمیفهمم آقا. اما یه قدر عقل داری که از ما فرار کنی. بیبی افراد چند روز میشد که تو را میپالیدن؟ ها؟ وقت مرد باز ترسیدم. مرا ببخشین لطفاً. بابت کدوم شما ببخشین. کاری را که گفتم کدی یا نه؟ بله آقا انجام دادم. خواهش میکنم عذر میکنم. این کار نکنید. فراری گم شده. زندگی سر ما باشه کاکا. گزارششه قسم ترتیب میکنیم که در عملیات از بین رفت. خب تو چی کردی؟ دخترها را گرفتی؟ گرفتم. ایلیف بسیار ترسید. لرزیده رفت. اما ببینیم دیگهش لجباز است. نتونستیم خاموشش بسازیم. طبیعی است. نیلوفر هنوز دانشجوست. باز یاد خواد گرفت. آرام باش نمیخواستم بترسانمت. ما خودم پلیس هستم. اگر پیش پلیس رفتی بازم من میفهمم. خواهرت قسم از بین ببرم که تمام خانواده پارچه‌اش جمع کرده نتانه. چیزی شده؟ من راحت بان. چی شده؟ از کسی فرار میکنی؟ ها؟ بچه چی آقا؟ بچه چی؟ صبر کن برات یک چیز نشان میدم. در موتر همیره میپالیدی نه؟ یک زنرم در اتاق سیبر پیدا کردم. بله. امراید کی است؟ کی؟ میخوایی مرا فریب بتی؟ برات نگفتم که من متوجه هستم؟ نه خیر شما مرا غلط درک کردین. برات نگفتم که نباید به کسی بگویی؟ آدم خاصی نیست. نیکو مرد پلیس است. ها؟ بیبی اگر دروغ بگویی گلوی خواهرت هم میبرم. از تو پرسیدم. او مرد کی است؟ او دوست پسرم است. دروغ است. نه خیر راست میگم قسم میخورم او دوست پسرم است. ببین امرای تو ادا میکنم. اگر بفهمم دروغ گفتی هم تو و هم خواهرت از بین میبرم. فهمیدی؟ واسه چی شده؟ میشه بگی موضوع چی است؟ لطفا چیزی نگو فقط امرایم بیا. درست است. تمام شد. این خوبی هرگز فراموش نمی کنم. تشکر. برام بگو چی گپ است؟ کی زنگ زده بود؟ چرا برام دروغ گفتی؟ مجبور هستی با من توضیح بدی. از کسی میترسی؟ حتما در جنجال افتادی. برام بگو مشکلت حل میکنم. باور کن.
من راحت بان لطفا. باید بریم بگویی که چی شده ایلیف. چیزی نشده، ازت میخوایم تنها بریم. حالا لطفا از اینجا برو. صبر کن، همراهت گپ میزنم. مطمئن هستم که از چیزی میترسی. صبر کن. تو از کی میترسی ایلیف؟ تو مرد ای کار دخیل ساختی، حالا باید بریم بگویی. نخوانه نامزادت دگام الماس بود؟ نه خیر. مشکل تو در رابطه با الماس از همه تو نیست. چرا نمیفهمی میخوایم برات کمک کنم؟ درست است. پس نباید کسی ما رو ببینه. تو داخل برو چای بونش، من روی خودم میشایم باز میم. درست است. خیرت است؟ مکان جدید آماده است. میخوایم نیلوفر اونجا ببرم. خوب است، خوب است. ای جای نمیره. یا گفتو یا چیز نزن یا بفرمایید. برم بگو دوست پسرت پیشت هست؟ نیست.